هر چی تا الان در مورد یوتیوب و کسب درآمد از یوتیوب شنیدی بریز. یوتیوب بچا فقط یه راز داره، همین یه دونه کاری که من بهتون میگم و انجام بدید. بهتون قول میدم کانالتون هر چی که باشه زود مانیتایز میشه و به درآمد خیلی خوب میرسه. بچه‌ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا هستم و توی این کانالم تجربیات خودم رو از 3 سال کار کردن توی یوتیوب با شما به اشتراک میذارم. یکی از سوالاتی که مطرح میشه این هست که چرا یک سری از کانال ها موفق میشن؟ چرا یک سری از کانال ها مانیتایز میشن، به درآمد خوب میرسن، ولی یک سری از کانال ها هیچ وقت این اتفاق براشون نمیفته، یا مانیتایز نمیشن یا اگر هم بشن درآمد خوبی ندارن. بچه ها درآمد نمیدونم 2 میلیون و 3 میلیون و 10 میلیون و اینها اصلا درآمدی نیست تو یوتیوب. اگه داری انقدر در میاری بعد از 1-2 سال بدون یه جای کارت میلنگه، یه کاری داره اشتباه انجام میدی. اگه شما زیر 50 میلیون تو یوتیوب داری به زیر 50 میلیون فکر میکنی کاملا در اشتباهی. برو یه کار دیگه انجام بده، برو تو اینستاگرام محصول بفروش، برو کارمند شو، نمیدونم برو یه شغل دیگه انتخاب کن. این همه زمان میذاری، این همه کار میکنی برای 10 میلیون 20 میلیون، اصلا منطقی نیست. چی کار کنیم؟ راز موفقیت تو یوتیوب چیه؟ میخوام تو همین ویدیو اصلا کلا همه چی رو ببندم و تموم. بری فقط با همین یه کاری که من بهت میگم و انجام بده. بهت قول میدم خیلی زود مانیتایز میشی، درآمدت خوب میشه، ویدیوهات وایرال میشه، دیده میشه و کیفش رو میبریم. ببینید بچه‌ها، بزرگترین اشتباهی که یوتیوبرها انجام میدن وقتی که وارد یوتیوب میشن اینه که میان و من دارم به این نگاه میکنم آره ضبط میکنه، میان طرف میاد ویدیو رو میسازه، خب همه چیش عالیه، تایتلش خوبه، دیسکریپشنش خوبه، کاورش خوبه. که بچه‌ها اینو بدونید تایتل و کاور مهمه، این دوتاست که مهمه. دیسکریپشن خیلی مهم نیست، نمیگم اصلا مهم نیست، خیلی مهم نیست. خب خیلی اهمیتی نداره، بیشتر برای سرچه. کیورد ها، کلمات کلیدی، تگ هایی که شما پایین ویدیو میذاری، اینا فقط برای سرچه. مهمترین نکته برای یک یوتیوبر تایتل و ثامنیل اون ویدیوش هست. طرف میاد همه چیز رو رعایت میکنه، تایتلش هم خوبه، ثامنیلش هم خوبه، ویدیوش با کیفیته، زمانش مناسبه، تمام المان ها رعایت شده، ویدیو رو میذاره، ولی بعد از 1 ماه، بعد از 2 ماه هیچ رشدی نمیکنه. چرا؟ اشتباه کجا بوده؟ چی کار نکرده یا چی کار باید میکرده؟ ببینید اشتباهی که خیلی انجام میدن اینه که میان یوتیوب رو با اینستاگرام مقایسه میکنن. طرف میاد فیلمو میذاره تو یوتیوب، خب ویدیوی لانگ، من دارم فقط در مورد لانگ صحبت میکنم، شورت ها که اصلا بذارش کنار، اصلا کاریش ندارم من، فقط ویدیوهای لانگ. میاد ویدیو رو میذاره، فردا میره چک میکنه، ای بابا این که ویو نخورد. پس فردا، 3 روز بعد، 4 روز بعد، 1 هفته بعد، 2 تا ویو، 3 تا ویو. چرا اینجوریه بابا؟ من این همه زحمت کشیدم. حالا چند تا ویدیو تا حالا گذاشته؟ 1 2 تا، نهایت 3 تا، مثلا فرض کن 3مین ویدیوشه. خب میاد چند روز هی چک میکنه، فایده نداره. چی کار میکنه؟ میگه ها حالا فهمیدم، میرم این لینکشو برمیدارم میفرستم توی کانالا، میفرستم توی واتساپ، برام نمیدونم گروه خانواده، برای خاله و عمه و دایی و نمیدونم پسر خاله و پسر عمو و دختر عمو و دختر دایی، و تو گروه دوستا، راستی بچهای دانشگاه، بچهای نمیدونم دبیرستان، بچهای راهنمایی، حسن، تقی، محمد، حسین، زهرا، سارا، برای همه اینا چیکار میکنه؟ لینکو میفرسته، میافته تو تله. آقا این لینکی هست که شما راحت میری دکمه رو میذاری، اینا برمیداری میفرستی اینور، این آقا تله است، قربونت برم، این تله است. یوتیوب رو گذاشته برای شمایی که اطلاعاتت کمه، آگاه نیستی، میاد تله برات ایجاد میکنه. چجوری؟ بر توضیح میدم. میای لینکو میفرستی توی مثلا واتساپ، خب مثلا تو گروه خانواده. این لینک فرستادن بچه‌ها خیلی قضیه داره، باید صبر کنین، ویدیو رو نبندین، بذارین کامل براتون بگم، قشنگ منطقی و علمی و درست حسابی، کاملا بر اساس الگوریتم. میاد لینکو میفرسته، خب داییش مثلا قربون شکلت برم، عجب ویدیویی درست کردی عزیزم، ویدیو رو باز میکنه. چی میشه؟ باز میکنه مثلا 5 ثانیه‌شو میبینه، ویدیو رو میبند.
خالش هم میاد قربون صدقش میاد، دوباره ویدیو رو باز میکنه، میبینه، کیف میکنه، بعد 5 ثانیه 2 ثانیه شاید اصلا نبینه، شاید اصلا باز نکنه، اصلا شاید اصلا نگاه هم نکنه و مثلا فقط میگه قربونت برم، چقدر عکست قشنگه. خب یا ممکنه هم هست باز کنه. یکی دیگه میاد مثلا لایک میکنه، یکی ساب میکنه، یکی فلان میکنه. اینها چه اتفاقی میفته؟ اولین ضرری که به کانال شما میزنه اعتبار چنل شما رو، انگیجمنت و اون تعامل چنل شما رو پایین میاره. یوتیوب میاد میبینه که آقا طرف اومد توی ویدیو بازش هم کرد ولی 2 ثانیه‌شو بیشتر ندید. چرا؟ نکنه این ویدیو مشکل داره؟ خب میگه شک میکنه. خب ویدیوی شما میره زیر ذره بین، میگه آقا این یه مشکل داره. نفر بعدم میاد همینجور، نفر بعد میذاری تو گروه دانشگاه، نمیدونم هم دانشگاهی 10 سال پیشت میبینه، اونم همینجور. ببینید بچه‌ها، کسایی که توی تلگرام، توی اینستاگرام، توی واتساپ اینا هستن، اینها حوصله دیدن ویدیوی 10 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه یوتیوب رو ندارن. اینا اگه حوصله‌شو داشتن که توی اینستاگرام نبودن. اینستاگرام پلتفرم اینجوریه، اینجوری بزن اسکرول کن، هی ویدیوهای دیگه رو ببین. همین طرف حوصله اینا نداره که بشینه یوتیوب فیلم تو رو ببینه، پس چرا میای لینک تو میفرستی اونجا؟ این اصلا چه کاریه که تو انجام میدی؟ کانالتو نابود میکنه. قربون اون شکلت برم. یوتیوب میاد میبینه که تعامل ویدیوت پایینه، ویدیو دیده نمیشه. خب نرخ کلیکت میاد پایین، نرخ اون واچ تایم ویدیوت، اوریج واچ تایمش میاد پایین، اون واچ تایم میانگینش میاد پایین و تمام المان هایی که شما نیاز داری برای اینکه ویدیوت وایرال بشه رو داری نابود میکنی با دست خوده. چرا؟ چون 2 روز ویدیو رو گذاشتی، 3 روز گذاشتی، 1 هفته گذاشتی، ویدیو ویو نخورده. باید صبر داشته باشی. وقتی تو میای لینکش رو میفرستی توی کانال‌های مختلف، اصلا پیج اینستاگرام داری، میایید استوریش میکنی، خب به امید این که دیگران بیان ببینن. حالا شاید بیان ببینن، خب شاید یوتیوب برای تو اصلا بازدیدم لحاظ بکنه که خیلی از این بازدیدا رو اصلا یوتیوب لحاظ نمیکنه، اصلا اکسترنال لینک رو یوتیوب قبول نداره. ولی چرا خودش اومده اینو گذاشته؟ چرا اکسترنال لینک میذاره؟ چرا اجازه میده؟ برای اینکه شما به صورت محدود یه گاهی بتونی استفاده کنی. آقا میخوای برای یه نفر تو پیوی بفرستی، این لینکشو داشته باشی که بفرستی، ولی تو نمیتونی اینو بیای استوری بکنی، بیای تو گروه ها بفرستی. پس این از این تعامل پیج، تعامل کانالت میاد پایین، ویدیو تعاملش میاد پایین. یوتیوب میفهمه که این ویدیوی شما مشکل داره که خیلی‌ها نمیبینن. دومین ضرری که به کانال شما میزنه، یوتیوب اصلا لینک های اکسترنال و غیر لینک های خروجی رو اصلا قبول نداره. بچه‌ها شما باید فقط از طریق خود یوتیوب بازدید بگیرید، از طریق براوزش، از طریق سجشنش، از طریق سرچش، از طریق نوتیفش، فقط از طریق خود یوتیوب. اگه داری لینک میذاری بدون داری اشتباه میکنی، قربون شکلت داری اشتباه میزنی، کارت کاملا غلطه. یوتیوب اصلا این بازدیدار خیلی هاشو حساب نمیکنه. اگه طرف بیاد سابت هم بکنه، سابسکرایبت هم بکنه، حذفش میکنه و همینجور با دست خودت داری کانالتو خراب میکنه. پس این از این یک لینک در واقع انگیجمنت میاد پایین. لینک های ورودی که لینک های خروجی رو یوتیوب اصلا قبول نداره، خیلی هاشو حذف میکنه، بازدیداشو لحاظ نمیکنه، چون آی پی هاشون مشخصه. چون مثلا ببین یوتیوب میاد میگه که خب روز اول ویدیوش مثلا اینجوری مثلا یه کوچولو داره میره بالا، خب یه دونه ویو، 2 تا ویو، 3 تا، بعد یهو تو میای لینکو میذاری، یوتیوب میگه چی شد تو یه ساعت 200 تا ویو؟ چی شد؟ چیکار کردی؟ نکنه رفتی این ولید کلیک کردی، نکنه خودت رفتی کلیک کردی، نکنه برای اینو اون فرستادی. میاد ویدیوی شما رو میذاره زیر ذره بین. وقتی تو این کارو ادامه میدی 200 تا یوتیوب میگه با من که اصلا براش سجشن نکردم، من که براش توی براوز نبردم، پس این از کجا داره میگیره؟ این یه جای کارش میلنگه، میاد ویدیوی شما رو کم کم چیکار میکنه؟ از براوز و از سجشن و اینا حذف میکنه. اگر هم تصمیمی داشته که ویدیوی شما بره تو اون قسمت، میاد این کارو نمیکنه و ویدیوتون رو از اون قسمت اصلا حذفش میکنه. میگه خب تو اکسترنال داری میگیری، دمت گرم، از همون اکسترنالت بگیر. داری از خروجی میای، ایول برو برای همونو بفرست. من چون که تو داری اکسترنال ورودی میگیری، من بهت ورودی نمیدم.
چون شما منبع ورودی رو داری، چه نیازی به من داری؟ فهمیدی چی شد؟ پس الگوریتم یوتیوب بچه‌ها، این هوش مصنوعی که یوتیوب داره خیلی حساسه، خیلی رو لینک حساسه. نه یا لینک تو بفرست برای این و اون، توی گروه ها استوری کن، توی کانالا بفرست. این باعث میشه که کانال شما نابود بشه. آقا همین یه نکته رو تو رعایت کن، من بهت قول میدم کانالت زود مانیتایز میشه. البته اینم بگم یوتیوب بچه‌ها خیلی تکنیک ها داره، خیلی باید شما چیزهای مختلفی رو توش رعایت بکنین تا کانالت به مانیتایز برسه. ولی یکی از مهمتریناش همینه، یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یوتیوبر رو انجام میدن و کانالاشون به درآمد نمیرسه همینه. من بعد از 6 7 تا کانال به مانیتایز کردن به درآمد رسوندن دارم این نکته رو به شما میگم بچه‌ها. من شاید تا الان بیش از 400 تا ویدیو تولید کردم و توی کانال‌های مختلفم به اشتراک گذاشتم. اینها تمامش تجربیات خودمه و اینم بدونین که واقعا توی هیچ دوره و توی هیچ کلاسی اینها رو به شما نگفتن و نمیگن، حالا به هر دلیل نمیدونم. پس آقا جون، نه یا لینک تو بفرست، نه یا لینک ویدیو تو بفرست، نه یا لینک کانال تو بفرست. میخوای معرفی کنی ویدیو جدید گذاشتی، آقا این عکسشو بفرست، سامنیلشو بگو آقا برین کانال منو اینو سرچ بکنید، کانالمو میاره، برین این ویدیو رو ببینید. بهشون بگو برین سرچ کنید. اگه خیلی اصرار داری که ویدیو، ولی لینک نده برای اینا میرن ویدیو تو خراب میکنن، لایک نمیکنن، کامنت نمیذارن، واچ تایم تو خراب میکنن، ساب میکنن، سابت میپره، نمیدونم ویو میخوره، ویوت میپره. اصلا یوتیوب همه چیز رو میفهمه. چرا اینقدر دارین ساده به قضیه نگاه میکنن؟ اگه به این راحتی بود که همه توی یوتیوب داشتن اونا درآمد داشتن. چرا 95% کانال ها به درآمد نمیرسن؟ از نظر آمار برین سرچ بکنین، 95% بالای 90% کانال یوتیوب به درآمد نمیرسن به دلایل مختلف که یکی از مهمتریناش این هست. اینو من حالم هم خیلی خوب نیست، امروز یکم سرما هم خوردم، ولی دلم نیومد، اومدم توی تلگرام داشتم حالا پیاما رو میخوندم، توی یه سری کامیونیتی های در واقع یوتیوب و اینا عضوم، دیدم بچه‌ها دارن لینکاشون رو میفرستن، خواهشن ساب کنید، خواهشن قربونت فقط بذار خود یوتیوب برات سجست بکنه، بذار خود یوتیوب ویدیو تو وایرال بکنه. تو نکات رو رعایت کن، صبر کن، ویدیو تو بذار، برو این ایمپرشنش رو ببین، تو به ویو دقت نکن. کانال رو زدی روز اول ویدیوی اول رو میذاری ویو نمیگیره، برو توی ایمپرشن نگاه کن ببین اونجا چه خبره. اگه داری ایمپرشن میخوری بدون کار درست انجام دادی. شاید ویوت صفره ولی ایمپرشن داره میره بالا، یعنی یوتیوب داره ویدیو تو نشون میده، داره نشون میده به افراد مختلف، ولی هنوز ویو نخورده. پس صبر کن، عجله نکن، نذار لینکشو اینور اونور، ویدیو تو خراب میکنی، زحماتتو به باد میدی. عرق کردم. همین یه دونه کار رو انجام بده، بهت قول میدم اون موارد دیگه هم رعایت کن که من تو این کانال همه چیزو بهتون میگم، همونا رو رعایت بکنین. بهتون قول میدم که زود مانیتایز میشین، درآمد کانالتون خوب میشه، زود به درآمد میرسین و ویوهاتون میره بالا. خواهش میکنم اینو اجرا بکنید بچه‌ها. یوتیوب مثل اینستاگرام نیست. اینستاگرام شما یه کانال میزنی یا میبینی که طرف کانالو 1 ماه پیش زده، تو یه ماه رسیده به 100 کا فالوور. ولی یوتیوب اینجوری نیست. آقا من 3 سال کانال آموزش زبان دارم، پدرم در اومده، اینقدر چالش برخورد کردم، اینقدر چالش‌های مختلف برخورد کردم که حتی تصورش هم نمیتونید بکنید. کانالم در ساسپند شده، نمیدونم درآمدم قطع شده، هزار جور بلا، کانالم هک شده و همه این تجربیاتو دارم واقعا از جونم به شما میگم. اینجوری نیست که فکر کنید من تو این کار، خیلی از کسایی که دارن تو یوتیوب آموزش میدن بچه‌ها هنوز کانالشون به درآمد نرسیده، اصلا هنوز تا الان یه کانالم مانیتایز نکردن. پس ساده نباشین آقا، هیچی نمیخواد رعایت بکنی، بیا ویدیو تو بساز، خوب بساز، نکات رو رعایت کن، نکات که من تو این کانال بهت میگم اونا رو رعایت کن، لینک نذار. بهت قول میدم کانالت خوب میشه، درآمد خوب بالای 20 میلیون، بالای 30 میلیون، بالای 50 میلیون، بالای 100 میلیون، ان شاءالله که همتون بالای 100 150 میلیون درآمد داشته باشین و منم خوشحال میشم. پس این یه کارو فقط خواهش میکنم ازت انجام نده، لینک نذار.
توی اینستاگرام شما میتونی تبلیغ بکنی. اصلا تبلیغات توی یوتیوب معنی نداره. اصلا پول دادن به کانال‌ها و پیجای مختلف و تبلیغ کانال یوتیوب کردن، لینک گذاشتن اصلا معنی نداره. یوتیوب اصلا این رو حساب نمیکنه. اصلا ترم برات خورد نمیکنه اگه این کارا رو داری انجام میدی. یوتیوب رو فقط باید بازدید از خودش بگیری، از خودش، از براوزش، از سجستشنش، فقط از اینا باید ورودی بگیری تو تا کانالت رشد بکنه. اگه این کارو داری اشتباه انجام میدی، اگه داری لینک میفرستی، از همین حالا متوقفش کن. دیگه این کارو انجام نده. برای ویدیوی بعدی دیگه این کارو انجام نده. شاید یکم طول بکشه که دوباره برگردی رو مسیر موفقیت. شاید طول بکشه. ولی اشکالی نداره. خواهش میکنم ازت این کارو انجام نده. کانال منم سابسکرایب کن اگه دوست داری یوتیوب رو یاد بگیری. واقعا یاد بگیری. خیلی از آموزشا بچا آموزشای ساده ایه. اصلا من نمیدونم چرا طرف مثلا یه سری چیزا چگونه مثلا کانالمون رو من تنظیم پروفایلش رو عوض بکنم. این که آموزشه بابا، اینا همه بلدن. شما زبانت خوب باشه میری اونجا کاستماایز رو میزنی، نمیدونم پروفایل اصلا یه چرت و پرتای من بعضی وقتا تو این شبکه‌های مجازی میبینم در مورد آموزش یوتیوب اصلا شاخ در میارن. آخه این چیه داری درس میدی؟ چگونه نمیدونم عکس چگونه نمیدونم اینو سامنیل کاور خوب بسازیم. آقا اینا شما برو آموزش فتوشاپ، برو یه کاور ساده درست کن. فقط هم یه نکته رعایت کن، لینک نذار. چند بار دارم آقا لینک نذار، قربونه لینک نفرست. میخوایم بفرست برای 1-2 تا بفرست، نفرست. کانال یوتیوب داغون میشه، من رفتم.